تمام چت های خصوصی واتساپ ما پنهان شده. فقط از منوی جستجو با کدی که خودم ایجاد کردیم میتونم با آنها دسترسی پیدا کنم. میخواهید شما هم این طریقه را یاد بگیرید؟ پس ادامه ویدیو را بیننده باشید. بیننده های عزیز سلام، بسم الله معرفت هستم. به چینل یوتیوبی معرفت لرنینگ خوش آمدین. در این ویدیو آموزشی میخواهیم دو طریقه پنهان کردن چت های واتساپ، گفتگوهای واتساپ برای شما آموزش بدهم که هیچ کسی نتونه به جز خود شما با فایل هایتان دسترسی پیدا کنه. مرحله اول قفل کردن گفتگو هاست. یعنی دو مخاطب ما میخوایم قفل بسازم. به طور مثال چون یک پیام خصوصی به ما داده، خب بالای مو چت کلیک میکنم، بالای نمایش ضربه میزنم، قفل گفتگو را در قسمت فعال میسازم. ادامه از سرانگشت قفل گوشی میخواد اینجا فعال میشه. مخاطب دو میرم به میشه و فعال میسازم. خب حالی ما دو مخاطب داخل گفتگوهای قفل شده انداختم. از اینجا داخل گفتگوهای قفل شده میشم. اگه خواسته باشم مخاطب را از گفتگوهای قفل شده بکشم، برای کشیدن همون مراحل اول دنبال میکنین و یک گزینه قفل را غیر فعال میسازین. قفل گفتگو را غیر فعال میسازین. خب دوستای روش یک روش امن نیست. اگر کسی کد گوشی شما رو بدانه راحت میتونه و یک گفتگوها دسترسی پیدا کنه. اما روش دوم روشی است که با کد گوشی باز نمیشه. خب دوستا پیش از اینکه روش دوم به شما آموزش بدم، لایک کنین، سابسکرایب کنین. اگر کدام جای مشکل داشتین نفهمیدین کامنت کنین و کامنت ها و نظریات شما جواب داده خواهد شد. مرحله دوم وارد گفتگوهای قفل شده میشویم. در این قسمت بالای سه دندونک میزنیم، تنظیمات قفل گفتگو رو باز میکنیم، گزینه اولی فعال میسازیم. با فعال سازی گزینه اولی اینجا از ما میخواهد که کد مخفی کنیم. مثلا من می نویسم لکی، بعدی باز همون کد تکرار میکنم، همین کد لکی. خب کد مخفی در قسمت روشن شد. دوستا دیگه گزینه گفتگوهای قفل شده اینجا نمایش داده نمیشه. برای دسترسی به گفتگوهای قفل شده در گزینه جستجوی واتساپ می نویسم لکی. چرا دوستای عزیزی باز نشد؟ به خاطر که ال به حرف کوچیک بود، ما کلان زدیم ال کوچیک. خب گفتگوهای قفل شده باز شد. داخل میشم. امینجا دو مخاطب را که قفل کرده بودم مشاهده میکنین. برای غیر فعال نمودن یعنی کد مخفی دوباره بالای زیر سر دندونک در قسمت صفحه میزنین، تنظیمات قفل گفتگو را باز میکنین، یعنی گزینه را اولی غیر فعال میسازین و اینجا کد مخفی نوشته است روشن، پیش رویش نوشته است روشن میخوایم غیر فعال کنیم. همین کد من لکی بود، لکی را می نویسم و در این قسمت خاموش کردن میزنم و میبینیم که همین منوی که در جستجو باز میکنیم حالی بسته شده. بالای گفتگوهای قفل شده بزنیم، کد باز کنیم، میبینیم که گفتگوهای قفل شده در اینجا موجود است. اگر این آموزش خوشتان آمد ما را حمایت کنید. تشکر کنید های عزیز. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.